بچه خیلی خوش اومد به یک ویدیوی خفن جدید. من اومدیم برای شما ساخت برنامه فایل رو بهتون براتون خاص کنیم. آره بعد از یکی دو ماه هیچی نداشتیم، یادمون رفته چی بگیم. نمونهش رو الان بهتون نشون میدم. هم میتونید روی کاراکتر بذارید، هم میتونید روی چیز ست. من چند تا فایل دارم پینم کردم که دیگه نمونهشون نگردم. این اولی ست روی پس قبلی بود، این که نداشتم برداشتمش که خوشم میاد. این دومی ست، این من همش همین میدم، خیلی خوشم میاد. ادیت نمیچند بود نگاه کن، نمونهش همه بهتون شده. آموزشم بهتون نشون میدم. این ساکورا این که خودم داشتم میدم دیگه. تو چیزی زده بودم شلوار بهتون نشون بدم. خب این شلوار هیپ هاپ، شلوار ساکورا، این شلوار اسپیشیال خوده. چرا این میگم که به نوزم این شلوار خیلی قدیمی خفنه. این مال بامپاچمانه چی بود نمیدونم، خیلی خفنه. برزیلی هم قدیمی بودم، میدونم کجا رفت چشمم زده بودم. نه باید برسیم هم نیسته، فقط میخوایم بهتون نشون بدیم که چجوری می بزنیمش. خیلی هم گفته بودیدش بزن خودی. آره همگی چجوری بهتون میگم، 1-2 میلیون میفروشنش، بعضی گران بعضی ارزان، فقط میفروشن، ولی من واسه شما خردش کردیم. خب بچه اگه کیلن در حال آزگیریه، اگه میخواین بیاین شرایطم بهتون میگم. الان خود ویدیو رمز شرایطش اینه که فقط با هم گلی بازی کنید. روزی 1 ساعت هم که شده با هم گلی بازی کنید. آره دیگه بذار ما یه ست ترکیبی بزنیم با چیز یه تسلوم بولفریم، بعد بهتون آموزشو نشون بدم. خوبه این عالی شد. خب یه دست این ترینی همینجور چرتی نوبی بریم بزنیم. این چند نفر رو مثلا لایک داره ستش، مثلا باگ داره ستش، ببینی خیلی خفنه ستش واقعا. فایل میگم برنامه خیلی خفنه. آموزشش هم بهتون میگم. اگه هم بیاد مشکلی بشه چیز بیز بیاین چیزی حلش میکنم براتون. بچه بازی نمیخواد نمیکنید، فقط ست نمیکنید. بازی من نوبه. خب بلده بابا من بگو بگیم ترکیب بانه. آره دیگه خیلی واقعا برنامهش باده، خیلی بسته بودیم نمیدونم برای برنامه خرس کردیم. بچه همه ما بای بدم دیگه نیازی نیست، ولی جز اون چیزای غذای بیشتری جز ست فایل هست. برای این برنامه ست فایل گان و یخ و مثلا دنس و اینا رو نداشتم براتون. رو دیگه خودتون دیگه ببخشید دیگه. آره دیگه بریم از سراغ برنامه و زدن فایل شو. بذار یک ست پین کنم. پین کردم البته. این من الان میخوام برم روی این بزنم. خب بریم سراغ فایلش. میریم بیرون. اول از همه از این گوشه پاک میکنیم، بعد میریم توی وایسرتون نشون بدیم. اسم برنامه کجا رفت؟ اسم برنامه اسکین تورس پرو ویدو انگلیسی رو ریده، ولی میزنید تو اینجا. اول از گوشه باید فیلفار رو پاک کنید. دو تا گزینه اول براتون میاره، فیلفار مکس یا فیلفار عادی. فیلفار عادی رو میزنید، بعد فیلفار عادی مثلا اگه فیلفار عادی میزنید، اگه هر کدوم فیلفار داری میزنید، بعد میاره براتون مثلا پایینی بالایی مثلا پوشه بالایی انتخاب میکنید. آبی اجازه دادن میزنید، بعد ویدیو با یک میاره، ویدیو رو میزنید، بعد اجازه دادن میزنید، پوشه رو اجازه دادید، بعد دیگه درست میشه. نمیده سمت چپ این بالاه، اول سمت چپ پایین اینجا نشون میده که مثلا چه فایلایی زدی کجایی نزدی، ولی لحظش هم قسمته. خب
من الان میخوام برم مثلا یه بالاتر انتخاب کنم. مثل برنامه‌ش هم که بهتون گفتم دیگه، الان بهتون یاد میدم چجوری هم بزنید. من الان میخوام 3 ساعت پیداش کنم، خدا وکیلی. آقا میخوایم بریم بزنیم روی این خرسه. خرس من چون دم دستم بود گفتم بیا میدونتون نشون بدم. خرسه رو که زدی حالا یعنی که چی دوست دارید روش بزنید رو خرسه. آره اول که چیزی دارید بعد نمیدونید که رو چیزی که دوست دارید. نمیدونم فهمیدید نفهمیدم ولی آره دیگه بهتون درست میگم. اول چیزی که دارید رو میزنید به چیزی که میخواد روش باشه. به نظرم با این فایل چیز ادیت دوزن در این وجود. حالا با این سیدی اینجا بهتون نشون میدم. اینجا که براتون اوکی که آورد. یه لحظه بابا این نت ما ریزه. یکیشید سمت بالا از کنید بعد میزنید لغو. اگر دوست دارید که صداش باشه بعد من دارم فقط بالاترش باشه. آره بعد میاد جا فروش که سمت چپ میبینید که براتون اومده. آره بالاترشی شلوارم بزنیم. بهتون نشون بدم نگاه کن. قرمزا اینا مردونه ین، اینا آبیا هم زنونن. واسه دختره بطن نمون رفتیم رو داشتیم باید روی این بزنیم. روی این تمه هستم رو بود. خیلی خفن آقا، همه چی دوره کم و کسب نداشته. دمش کنم خدا وکیلی. آره ما وایسیم من شلوارم رو پیدا کنم ببینم چی بزنم که اشک استفاده هم کنم. بابا این برزیلی بازم هری بگم ولی برزیلی آبی رو گرفتم. بگو به 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 قول محمود. خب وای میستیم دوباره بسش. خب وای سادیم تبلیغ بعد وقتا میاد ولی بس من هم نمیدونم کنم یه وایسی. خب بچه ها نگاه از اینجا میدونم میکشی بالا فایل اومد. الان این توی میبینی که با اسم هم شلوارش اومد. خب خرسی بوده با این شلواره. الان میریم توی فری فایر مکس معرفه داریم دیگه. نیاز نیست مثلا جیمیل تو برش بدی که مثلا بیاره روشو، خودش خودکار میاره رو فری فایر باید وصل میکنه. میاره رو ستی مورد نظر خودش. ویدیو قطع شد من کات اوت میزنم وصلش میکنم. خب یکی بچه اصلا بند نداره تضمین میکنم اگه حتی بلک لیست هم داشت هر کی بلک لیست دفت همه بلش کنم الکی با ما اکران اصلی داریم بزنم تضمین میکنم بچه واقعا. خب خرسی به این آزم خدا وکیلی کیفیت رو ببین اصلا نونی میزنه میامسن عشق کن. بده شلوار بالا اوکی کنیم و مادر اینا. اوف یار مهداب نبیشده چه خفن خدا وکیلی یا وقت میتون کش آده چیزو کنم خدمت اینو برمایی روی چیو که برمایی بنازم جنگ باشه کار رو نگاه خدا وکیلی. خب سه ترکیباتی هم رو میادیم چون بنازم سن چه ترکیب چرتی شد ولی تلش ویروستم بنازم خدا وکیلی. آره دیگه آموزش هم همین بود چیز خود دیگه هم نره. برنامه رو توی چنل
قرار میدیم. آره دیگه حتی اونجا نصبش کنید، بزنید، حال کنید. اگه هم نبود لینک نصبش هم براتون میدم دیگه. از این بیشتر چی میخوام. آره دیگه عشق منید. دمتون گرم تا اینجا ویدیو تماشا کردید. با من تا ویدیوهای بعدی حتما با ما شامل باشید. صفر میکنید بچه ها. تیر خز زیادی داریم، اینا نیم اونم نمیشه. آره دیگه عشق منید. حرف زایی نزنیم. ریدیم تو بایش کار نگاه چه لا میشه نگاه شلا هری شلا نشون دمتون گرم دیگه. آره خلاصه زدید ما هم تحویل بگیرید 4 تا ریاکشن هم بزنید. دمتون گرم. لایک و ویدیو کامنت و این چرت پرتا یادتون نره. دمتون گرم. با کارتون ازم حمایت کنید. عشق منید. خداحافظ.